بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سوره تبت یا سوره لهب از جمع سوره های مکی هست و قبل از هجرت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل گردیده و به اعتبار ترتیب نزولی قرآن کریم ششم سوره های قرآن عظیم الشأن است بعد از سوره الفاتحه، سوره الحمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده و در ترتیب مصحفی قرآن کریم 111 سوره های قرآن کریم است. دعوای سوره مضمون مرکزی سوره لهب نزول عذاب بر دشمنان الله و رسول و دین است. نزول عذاب بر اعدای اولیاء الله، بر دشمنای دوستای الله متعال است. به طبق وعده پروردگار که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله از اهل ایمان، از اولیاء دوستای خود دفاع میکنه، به دست دشمن نمیسپاره. حدیثی میاد من قاتل لی، من حارب لی ولیا فقد آذنی بالحرب یا عالم بالحرب، من عاد لی ولیا فقد حاربنی. کسی با دوستای ما دشمنی میکنه و در حقیقت با الله در حرب است و الله را به محاربه و جنگ نعوذ بالله عاجز ساخته نمیتوان. الله از دوستهای خود دفاع میکنه و حمایه میکنه. در سبب نزول سوره لهب، سوره تبت، مفسرین دو قسم روایت نقل میکنه و هر دو هم صحیح و مستند است. یک روایت از عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس میگوید که ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج الى البطحاء و فی روایه الى الصفا. به بطحا یعنی به مکه مکرمه برآمد، در روایت دیگر به کوی صفا برآمد، صعد الجبل، بالای کو برآمد. فنادا، به صدای بلند اهل مکه را صدا کرد یا صباحا. در عرب قانون بود که وقت رادیو نبود، تلویزیون نبود، کامرسانه صوتی دیگر نبود که به مردم هر خبر اطلاع رسانی کنند. هر خبر مهمی رخ میداد در یک بلندی کسی بلند میشد صدا میکرد، هر کس خود حاضر میشد یا نماینده خود در اونجا روان میکردن، او خبر اعلان میگردید، باز مردم او خبر شنیده پس به خانه‌های خود و به مردم دیگر اطلاع میداد. به طبق اینمی معمول رسول الله صلی الله علیه و سلم در این کوی صفا بالا شد و صدا کرد یا صباحا، مردم بیاین جمع شوین،
حرفی است، اعلانی است، بشنوید. فاجتمعت الیه قریشیا اهل مکه خود یا نمایندهشان در اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع شده. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از اینا گفت فقال ارأیتم ان حدثتكم ان العدو مصبحكم او ممسیكم اکنتم تصدقونی؟ گفت مردم، ما به شما بگویم که خبرتان بتم که یک دشمنی خطرناکی مجهزی تا دندان مسلح از طرف عزیزیه پشت سر مکه مکرمه ولی عزیزیه میگوید طرف مینا، گفت از این طرف یا از پشت سر کوه نور از اینجا یک لشکری بسیار بزرگ میخواهد که بالای شما حمله کنه و شما را نابود کنه و از بین ببرد. سخن مرا میپذیرین؟ برای دفاع این امر آمادگی و تیاری میگیرین؟ باز مردم همگی به یک صدا گفتن که بله. جربنا کمرارا فما وجدنا فیک الا صدقا. در طول 40 سال گذشته تو در بین ما زندگی کرده ای، ما تو را بارها تجربه کرده ایم، جز راست تو چیزی نمیگویی، یعنی تو راستگو هستی. سخن تو را ما اینجا قبول میکنیم، آمادگی برای خود میگیریم این چنین دشمن باشه. رسول الله دید که اینا والا آماده و تایید کننده این سخن ما است. بعد از او گفت که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگوین لا اله الا الله، یک الله را بپرستین و این بت‌ها و درگاه‌ها و معبودای باطلتان را ترک کنین، عبادت خالق یکتا را انجام بدین، بیاین به دین اسلام مشرف شوین، ایمان بیار. اینجا این سخنه که گفت قبل از همه کاکایش ابو لهب، کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم ابو لهب سنگ را از زمین برداشت و با بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم پرتاب کرد و حواله کرد. گفت تبت لک علی هذا جمعتنا. تبت در لغت عربی هلاکت، نابودی، تباهی را میگه. گفت هلاک شوی تو محمد، به همین خاطر ما را جمع کردی. اونا معنای لا اله الا الله را میفهمیدن. خب میفهمیدن که لا اله الا الله اگر بگویی معنایش است که دیگر بت نیست، دیگر لات نیست، منات نیست، عزای نیست، سنگ و چوبی نیست، درخت و قبر نیست، دیگر هیچ کسی لایق بندگی سجده نظر نیست. این را باید بپذیریم. ما آماده ترک کردن این معبودای خود که نیستیم، این الهی خود نیستیم، این بتای خود نیستیم. اله الا چی تو قبول کنیم؟ پس گفتن ابو لهب گفت که هلاک شوی تو، به همین خاطر ما را جمع کردی. ما الهی خود را ترک کنیم، یک الهی تو را بپذیریم. این مجلس خاتمه یافت و الله متعال برای رد ابو لهب، برای نابودی ابو لهب این سوره را نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب. مفسرین میگویند که این جمله دعایه از جانب الله و خبریه از جانب الله. جمله اول دعایه، الله دعا میکنه که هلاک شود هر دو دستان ابو لهب که به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم سنگ پرتاب کرد و خبرم داد که الله تو دعا کرده، این دعا متحقق شد، یعنی در آینده میشوه. نه الله که گفته میشه شد، منو به ماضی تعبیر کرد. و تب و هلاکم شد، این خبر است از جانب الله برای بنده ها و امو شکلم گردید. دلالت بر اعجاز قرآن هم میکند که ابو لهب باز بعد از غزوه بدر، در غزوه بدر خود شرکت کرده نتانست. در سال دوم هجری یا سال اول هجری بود، شرکت کرده نتانست. نفری وضع خود روان کرد. بعد از اینکه بزرگای مکه، کلانای مکه در این غزوه بدر همگی مردار شدن، از غم و اندوه و از شکست همین غزوه این مرد، به کفر مرد.
پس همون شکلی که الله گفت که هلاک شو ابو لهب و هلاکم شد، به مطابق خبر پروردگار این واقعه تحقق یافت. دوم سبب نزول ذکر میکنند مفسرین که صحابی میگوید ما در موسم حج همراه پدرم میرفتم در منا و مزدلفه و عرفات و اینجا، یک آدم جوان دیدم چهره‌های درخشان زیبا داشت. ابو لهب میگه به خاطر لب شعله آتش میگه. لب یک تا بعضیا میگن که بچه زیر لهب نام داشت، ای ابو لهب بچه پدر لهب، ایمان را میتن. لهب شعله آتش هم میگویند که این چهرهایش مثل آتش میدرخشه، چهره سرخ زیبا و مقبول داشت ای ابو لهب. صحابی میگه که من همراه پدر خود میرفتم در موسم حج. هر مجمع از حجاج که در هر جا نشسته بودن و عبادت میکردن و عمل حج انجام میدادن، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمط و فرصت ها را غنیمت دانسته میخواست که برود در مابین این جماعت بنشینه و اینا را دعوت به سوی دین کنه. جماعتی که از دنیا برای چی آمدن؟ حج آمدن. رسول الله میخواست اینا را به اسلام دعوت کنه. میرفت اینا را به اسلام دعوت میکرد و در ختم گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم یمی آدم زیبا میگه در پشت سرش سال میشد، به مردم میگفت که این ساحر است، این جادوگر است، این کذاب است، این سخنهای آبا و اجداد و عقیده ما را رد و بند میکنه، این دیوانه است، گپایی را نگیرین، مشکل باشین که بیراه میشین، گمراه میشین. بعد از ختم گپ پیغمبر خدا یه آدم عموت میگه، باز میگه من از پدرم پرسان کردم که این کی است؟ از میگفت که یه ابو لهب است، یه محمد از سخن گفتن و معرفی به مردم میکنه که دین یزی را قبول نکنه. اونموت مانی دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه مناسبات و مجمعات میگرد. پروردگار برای نابودی از این بد چی کرد؟ این سوره را نازل کرد که تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک شود هر دو دست ابی لهب و تب و هلاکم شد. ابو لهب گفتم این کنیتی از اوست، بچه ایش لهب نام داشت، 3 بچه داشت. میگن مفسرین که یکی معتب، یکی عتبه، یکی عتیبه. عتیبه یزید داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بود. بعد از رسالت رسول الله پیغمبریش دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم ای طلاق داد، اذیت رسانی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بد کرد، بالای از گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، پروردگار یک کلب از کلبه ها را بالای آدم مسلط بگردان که را کلب بخور، یک درنده بخور. از این سخن رسول الله معلوم میشه که کلب تنها سگ نمیگه، شیر، پلنگ، درنده ها را چی میگن؟ کلب. در یک مسیری که ای ابو لهب امرای ای عتیبه بچهش به سوی شام میرفت، در سرزمینی درنده‌دار زیاد، اینا یک شب ماندن نزدیک یک قریه، در مسیر راه شب میخواستن تیر کنن. شب اهل قریه آمد اینا را گفت که اینجا شما میمونین، شب درنده ها آمده میخوره شما را، یک جایی باشین، خدا احتیاط کنین، اینجا جای درنده وحشی زیاد است، شما را نابود میکنه. خواهی کاروان همگی شکل شدنی گپ رسول الله به ابو لهب رسید. گفت که پیغمبر گفته بود که خدای بالای از یک سگ مسلط کن، نشود که امروز این بچه ما را بخواد. میگه کل مردم جمع همگی همه قافله همه رقم ما شما حلقه گرفتن، بارا را ایتو چیندن در مابین ای ابو لهب و عتیبه را در همین مابین همین بار و بند همگی خواباندن، دیگر را در اطراف دفاعی. شب پلنگ میاد کش کرده از مابین نمی قدر مردم هم یادم همه، اما کسی را که رسول الله برش چی کرده است؟ دعای بد کرده که خدای یک سگ از سگا را بالای از این مسلط کن که را نابود کرده بخور. در اینجا بدی خورده شد از بین ده. تبت اما پیشتر گفتم که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله از مؤمن و از مسلمان و از دوستای خود چی میکند؟
دفاع میکرد. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد هر دو دست ابا لهب و تب و هلاکم شد. این جمله گفتم دعایی از جانب پروردگار است. دعا را اگه انسان نعوذ بالله عاجز میکنه، جورش نرسید دعا میکنه، الله عاجز است؟ نه. بسیار انسانای قوی هم یا گاهی الله متعال با همون قوت خود یک امر صادر، دعا مثل امر والی صادر میکنه و به نابودی یک آدم تمام شد. هلاک شود دستای ابو لهب و هلاکم شد. از این مفسر میگه خسیر و خواب و ضل عمل. تبت معنا هلاک شود در دو دست ابو لهب، و تب معنا خسیر زیانگار شد، نامراد شد، و ضل عمل و تمام اعمالی که از اولاد و زن و فرزند و کسب و کمایی داشت کل از بین رفت. با امید از این بود که مرا مالم اولادم زندگیم چی میکند؟ نگاه میکند. پروردگار گفت که هیچ چیز دفاع کرده نمیکند. یا ابو لهب نام اصلش عبدالعزا است. عزا نام بت است. عبدالعزا بنده ای چیز بت نام داشت. لیکن قرآن کریم چون که کتاب بزرگ است این نام شرکیه را در قرآن ذکر نکرد، امون کنیتی از این را ذکر کرد. یا صفتی که چهره‌های درخشان داشت و صفت را ذکر کرد. نمی آدمی لهب با چهره درخشان خود این پدر لهب نابود گرد، اون شکلی که تعرض بالای رسول الله کرد این نابود گردید. نام شرکی از را گفتم او طرف. ای با امید مال و اولاد و زندگی و اینها نشسته بود که نجات میده. الله فرمود که ما اغنا عنه، دور نکرد از ابو لهب مال و دارایی که جمع کرده بود، مال اولادش هم در این مال داخل است. و ما کسب اولاد است، آنچه را کمایی کرده اولاد انسان است، کسب انسان. ای با امید این سرمایه و ثروت و اولاد و افراد نشسته بود که در مقابل هر مشکل اینها کار میده. در عرب و عجم اولاد بعضی باعث دفاع جان خود و کثرت مال میدن. اولاد که زیاد داشته میگه هم ما را دفاع میکنه هم مال میداشته. الله فرمود که ما اغنا عنه، دور نکرد از ابو لهب مالش و ما کسب و آنچه را کمایی کرده بود. سیصلا نارا ذات لهب، ان قریب می‌دراید یا ابو لهب بعد از مرگ آتشی صاحب شعله را، و در صورتی که با کفر بمره، یعنی با کفر مرد. اما شکلی که قرآن خبر داد ایمان و اسلام نصیبش نشد، پروردگار با کفر را مرانید و با غم و اندوی مردارهای غزوه بدر هم مرد، از بین رفت. زود است که می درآید در آتش صاحب شعله. و امرأته حمالة الحطب، و امرأته خانم میگه، خانمی ابو لهب ام جمیل نام داشت، اصل نامش اروا است، کنیتش ام الجمیل، از سردارا و سیدات زنان قریش بود. خب زنی فوق‌العاده با نسب، لکن چنان دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم داره که به دست میتونست که سیده و این سادات زن قریش توسط مزدورکارا و مردکارا و مردمای دیگر پیغمبر آزاد بته، پر بته و پول بته و پیغمبر آزاد بته میتونست. لکن این اجر خودم بگیرم، این ثواب خودم بگیرم، به دست خود رفته خار می آورد پشت کرده در مسیر راه پیغمبر خدا می اند. بعد رو بر روی ایستاد شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذمت میکرد. محمد در عربی ستوده شده را میگه، اما این کسی میگه مذمم کسی که بدیش بیان کرده شد. به جای محمد چی میگه؟ مذمم، کسی که زشت برش گفته میشه. این چنین دست خود مستقل میخواست که رسول الله را آزار بده. پس پروردگار این زن از زن سعید و سادات و بزرگ قریش یاد نکرد، گفت که زنی خارکش ابو لهب، زنی که خود میره به دست خار و
اذیت کننده اشیا را از کو میاره و در مسیر راه پیغمبر میاندازه. این زن اون نام سید بودن و سادات بودن و کلام بودنش جایات نمیشه. میگه و امرأت زنی ابو لهب حمالت الحطب، بردارنده چوب و خار بود و می آوردی را در مسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم می انداخت. و می خاطر قرآن کریم را خارکش یاد میکنه و اما سید و سادات نامش از بین. چرا این میتونست که توسط افرادای خودی کار کنه، لکن این را نکرد که به دست خودی ازی باید اذیت کرد برسانه. فی جیدها حبل من مسد، جید گردن میگه، در گردن این زن حبل رسمانی بود من مسد، از پوست خرما جور کرده شده، یعنی در گردن خود می انداخت و میرفت به خار پشت کرده می آورد در مسیر را می. پس الله میگه از جنس نمی عمل دنیایش در آخرت هم در گردنش تار و رسمانی می باشد از آتش جهنم و بنموت و ذلت اونجا در داده میشه. و امرأته زنی ابو لهب حمالت الحطب، بردارنده چوب است، فی جیدها در گردنی از حبل من مسد، رسمان است از لیف خرما. در اینجا ببینید این صورت چند فواید است. یکی این که این صورت رد است برای تعصب و نجات و قومیت. بچی؟ به خاطری که ابو لهب کاکای محمد رسول الله است، لکن این کاکا بودن در نسب رسول الله بودن هیچ فایده ای نداره. الله میگه تبت یدا ابی لهب و تب. دوم فایده ای که در اینجا هست، مال و ثروت مردم سبب نجات دنیا و آخرت میدانه، عزت میدانه. الله گفت که ما اغنا عنه مال و ما کسب، مال و ثروت اینها هم به درد نمیخواد. و الله متعال از دوستای خود همیشه دفاع میکنه. اینمی ثابت شد که به یک پرتاب کردن سنگ به سوی رسول الله ابو لهب و سرمایه و ثروت کل چی شد؟ از بین رفت. میگه شکل مرد، مفسر میگه شکل ابو لهب مرد که از بو تعفن از چند متری را با این نزدیک شده نمیشد. توسط پایپ آب از دور بالا ازی چی میکردن؟ باد میکردن و میپاشیدن و بردت دفن خاکش کرد. زیر خاک در کنده کسی او را جنازه نده که در وقت در درون خاک و طرف در غاری انداختن و خاک بالایش داردن. اینمون شکل آب مال دارایی هم مال هم ثروت هم کار نداره. و الله از دوستای خود چی میکنه؟ دفاع میکنه. دفاعگر دوستای خود است. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی با ما با دوستای ما دشمنی کنه از طرف الله متعال به این چنین آدم اعلان محاربه و جنگ است. الله متعال ما را توفیق نصیب کنه. و صلی الله تعالی علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.